همیهنان عزیز، خرسندم که در جشن ملی مهرگان، آیین نور و روشنایی، آغاز به کار سامانه ایران را پس میگیریم را به اطلاع شما میرسانم. این سامانه به آدرس iranopasmigirیم.com شاهراهی است برای بسیج و سازماندهی نیروها، برای ثبت گزارش‌های میهن پرستانه، برای افشای فساد و ارسال اطلاعات درونی سیستم، برای ارائه ایده‌ها و برنامه‌ها، برای دنبال کردن آخرین تحولات و دسترسی به منابع و ابزارهای عملی و برای گردآوری پشتیبانی‌های مالی و لوجستیکی. با راه اندازی این سامانه جامع ما وارد مرحله تازه‌ای از کارزار ملی برای نجات ایران می‌شویم، در تکمیل و ادامه گام‌های مهمی که در ماه‌های گذشته برداشتیم. راه اندازی پلتفرم همکاری ملی که تاکنون ده‌ها هزار تن از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی در آن ثبت نام کرده‌اند و ارتباط با آنان پس از پالایش و راستی آزمایی در حال انجام است. برگزاری نشست همگرایی میان سازمان‌ها و احزاب سیاسی و نیز همایش همکاری ملی برای نجات ایران در مونیخ که به توافق بر اصول و دستور کار مشترک انجامید. رونمایی از فاز نخست پروژه شکوفایی ایران یا IPP به عنوان نقشه راه بازسازی کشور و ارائه برنامه دوران اضطرار برای مدیریت 3 تا 6 ماه نخست پس از سرنگونی رژیم و تشدید تلاش‌های دیپلماتیک با دولت‌های کلیدی برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و جلب حمایت حداکثری از ملت ایران. من ضمن تبریک دوباره جشن مهرگان از همه شما دعوت می‌کنم همین امروز به iranopasmigirیم.com بپیوندید. شما قلب تپنده این کارزار ملی هستید. با هم ایران را پس میگیریم و آن را دوباره میسازیم. پاینده ایران.